خانم‌ها و آقایان، در آغاز سخن اجازه می‌خواهم که به عنوان کسی که روزگاری بار امانت خدمت به ایران را بر دوش داشت چند کلمه‌ای با شما در میان بگذارم. ما روزی در این سرزمین کوشیدیم تا توسعه، نظم و احترام به قانون را نهادینه کنیم. من نخست وزیری بودم که می‌کوشید در میانه جهان قطبی شده جنگ سرد ایرانی بنا کند که نه مستعمره شرق باشد نه بازیچه غرب. ما خواستیم ایران مدرن را بسازیم، ایرانی که نه تنها در صنعت و آموزش بلکه در فرهنگ و تمدن نیز بدرخشد. اما امروز در سال 1404 وقتی به خیابان‌های این میهن می‌نگرم، در نگاه جوانان غم و غربت می‌بینم، در دل مادران هراس، در زبان‌ها نجواهایی سرکوب شده و در ذهن‌ها آرزوی مهاجرت. چه شد که ما از آرمان‌های بلند توسعه و آزادی به وضعیت فعلی رسیدیم؟ چه شد که پایتخت نشین با شنیدن صدای آژیر به یاد جنگ می‌افتد و با دلهره خانه‌اش را ترک می‌کند؟ چه شد که معلم، کارگر، بازنشسته، راننده و استاد دانشگاه همگی از یک درد مشترک می‌نالند؟ می‌دانم که بسیاری از شما از گذشته گلایه دارید. می‌گویید که ما دوران پهلوی استبداد را توجیه کردیم، اما من با صداقت عرض می‌کنم ما در پی ساختن بودیم. اگر اشتباهی کردیم از سر جهل نبود، از سر سرعت توسعه و فشار تاریخ بود. ما در آن دوران دانشگاه تأسیس کردیم، راه آهن کشیدیم، کتابخانه ساختیم، زنان را از حاشیه به متن آوردیم و تلاش کردیم ایران را از یک جامعه سنتی به یک جامعه نوساز بدل کنیم. ما می‌خواستیم فرزندان این سرزمین به جای التماس برای ویزا در داخل کشورشان زندگی کنند و رشد یابند. امروز ایران گرفتار چندین بحران همزمان است. بحران مشروعیت، بحران معیشت، بحران آب، بحران مهاجرت معکوس نخبگان و از همه مهمتر بحران امید. آقای دکتر شریعتی عزیز، ما امروز نه درگیر اختلاف فکری میان سنت و مدرنیته، بلکه اسیر نابسامانی هایی هستیم که آینده این ملت را تهدید می کند. اگر امروز هم بخواهیم همه چیز را با شعارهای احساسی و گفتمانهای ستیزگرانه تحلیل کنیم، نتیجهش همان می شود که در سالهای گذشته دیدیم: فقر بیشتر، سرکوب بیشتر، انزوای بین المللی بیشتر. سؤال من این است: آیا شما که همواره از بازگشت به خویشتن میگویید، راهی عملی برای نجات ایران دارید؟ یا باز هم باید نسل‌های بعدی را در حسرت تحقق وعده‌هایی بگذاریم که تحقق نیافتند؟ من امروز اینجا هستم تا بگویم راه نجات ایران در گفتگوی ملی، در اصلاح ساختار، در جذب نخبگان، در بازسازی امید و در ساختن آینده‌ای مبتنی بر واقعیت است، نه نوستالژی. ما به جای شعار به سازندگی نیاز داریم، نه بر پایه حذف، بلکه بر پایه همزیستی. ما باید با جهان گفتگو کنیم، نه بجنگیم. باید با تاریخ آشتی کنیم، نه آن را دفن کنیم. باید با نسل نو سخن بگوییم، نه آنها را متهم کنیم. اگر دیروز دوران من و ما بود، امروز نوبت نسل تازه است تا عقلانیت را با آرمان و توسعه را با معنا همنشین سازد. مناظره‌ای که امروز داریم فرصتی است برای آغاز یک تفاهم نوین، نه برای پیروزی من یا شکست شما.
بلکه برای احیای گفتگویی که ایران امروز سخت به آن محتاج است. برادر هویدا، شما از مدرنیته سخن گفتید، از گفتگو با جهان، از نظم و پیشرفت. اما اجازه دهید ابتدا بپرسم، پیشرفت برای که؟ نظم بر کدام مبنا و گفتگو با چه جهانی؟ اگر پیشرفت شما به قیمت حذف فرهنگ بومی، فراموشی هویت و تقلیل انسان ایرانی به موجودی مصرفگرا تمام شود، این پیشرفت نیست، این انحطاط است با چهره‌ای بزک شده. شما از دوره‌ای حرف میزنید که برق آمد اما روشنی نرفت، مدرسه آمد ولی اندیشه مستقل سانسور شد، دانشگاه ساخته شد اما در سیاست بسته ماند. نسل من در آن دوران نه آزادی اندیشه داشت، نه امکان اعتراض. قلمی اگر می نوشت شکسته می شد، زبانی اگر می پرسید خاموش می گردید. اما بگذارید دقیق تر بگویم، سخن من فقط درباره دیروز نیست. من از امروز حرف می زنم، از سال 1404، از جوانی که بین تردید و ترس، میان مرز هجرت و حسرت، در خانه‌ای پر از آنتن و بی امید نشسته است. جوانی که والدینش از زیستن خستند و خودش از مردن نمی هراسد. این جوان محصول چیست؟ صرفاً تحریم یا ساختارهای پوسیده‌ای که انسان را ابزاری در خدمت قدرت می دانند؟ آری، من نیز چون شما نگران ایرانم، نگران سرزمینی که در آن معنا غایب است. اگر بحران امروز ما بحران اقتصادی است، ریشه‌اش در فقر معناست. اگر جامعه به فساد آلوده شده، ریشه‌اش در انکار اخلاق است. اگر جوانان مهاجرت می‌کنند، دلیلش فقدان احساس تعلق است. برادر من، ما باید از خود بپرسیم چرا نسل نو با همه امکانات تکنولوژیک این چنین از زیستن در سرزمین مادری خود می‌گریزد؟ چرا هرچه پول، قدرت و رسانه بیشتر می شود، اضطراب، خشونت و افسردگی هم بیشتر می شود؟ من می دانم که شما می خواهید کشور را بسازید، اما نمی توان بر ویرانه های روح یک ملت آسمان خراش توسعه ساخت. ملت را اول باید از درون بازسازی کرد، بازسازی که با بخشنامه و بودجه نمی شود، با آموزش، اعتماد و آزاداندیشی می شود. شما می گویید نسل من انقلاب را شعاری کرد. من می گویم نسل ما درد را فریاد کرد، چون دیگر راهی نداشت و امروز هم آن فریاد هست، اما نه در میدان که در توییتر، نه در صف انقلاب که در صف نان، نه با شعار، بلکه با نگاه خاموشی که آینده را نمی بیند. من از دینی سخن می گویم که در خدمت انسان باشد، نه از دانشگاهی می گویم که محل اندیشه باشد، نه آموزش انفعال. اگر ایران را می خواهید، باید انسان ایرانی را بر صدر بنشانید، نه با وعده نسیه تمدن که با حقیقت جاری زندگی. این سرزمین اگر دوباره برخیزد، نه با توپ و تانک که با تفکر، آزادی و شرافت خواهد بود. پس بیایید به جای اینکه گذشته را توجیه کنیم یا آینده را خیال پردازی، اکنون را با شهامت ببینیم، رنجها را بشنویم و انسان را دوباره کشف کنیم. جناب دکتر، سخنانتان شورانگیز است، اما مرا به یاد همان جوانانی می اندازد که در دهه 50 تحت تأثیر ادبیات احساس محور کشور را به پرتگاه بردند. آیا واقعاً می توان با فریاد بر دردها بدون طرح عملی کشور را اداره کرد؟ آقای هویدا،
ما از درد گفتیم چون درد را زیستیم. نسل ما نه فرصت نشستن پشت میز تصمیم گیری را داشت، نه تریبونی برای طرح. اما امروز آیا شما که ساختار را در اختیار دارید پاسخی برای بحران آب، مرگ امید و مهاجرت نخبگان دارید، یا همچنان درگیر بزک کردن شاخصهای توسعه هستید؟ ما هرگز منکر درد مردم نبودیم، اما معتقد بودیم که باید کشور را مرحله به مرحله از بحران بیرون کشید، نه با انقلاب بلکه با اصلاح. امروز هم اگر بخواهیم باز مسیر را با شور تغییر دهیم و نه شعور، سرنوشتمان تکرار خواهد شد. شما از اصلاح سخن میگویید، اما اصلاحی که مردم در آن حضور ندارند به چه کار آید؟ اگر مردم را شریک نمی کنید، اصلاح بهانه‌ای برای استمرار وضع موجود می شود. مشارکت تنها در انتخابات نیست، در اندیشه، بیان و آموزش است. درست است، اما آیا مردم در جامعه‌ای که از صبح تا شب با ادبیات قربانی شدن تغذیه می شوند می توانند امید بسازند؟ ما نیاز به گفتمان سازنده داریم، نه مویه‌گر. باید به جوان گفت تو می توانی، نه اینکه تو مظلومی. من نگفتم جوان مظلوم است تا ضعیف شود. گفتم باید درد را دید تا درمان را آواز کرد. امید واقعی از آگاهی می آید، نه از سرکوب واقعیت. و آگاهی تنها با رسانه‌های آزاد، آموزش انتقادی و آزادی اندیشه میسر است. و اگر این آزادی ابزار نفرت و تخریب شد چه؟ اگر به جای دیالوگ دیوار بسازد، آن زمان آیا مسئولیت اخلاقی اندیشه ورزان کجاست؟ آنجا که مسئولیت اخلاقی دولت‌ها در مقابل حقیقت قرار دارد. اگر قدرت در برابر آزادی نایستد، آزادی به انحراف نمی رود. این آزادی نیست که می لغزد، این قدرت است که اگر فربه باشد همه چیز را به خدمت خود می گیرد. ما شاید از نسل‌های مختلف باشیم، اما هدفمان یکی است، نجات ایران. من اما معتقدم که این نجات با سازندگی و ثبات حاصل می شود، نه با گسست و انفجار. و من معتقدم که گاهی برای ساختن باید ویران کرد، نه ویرانگری فیزیکی بلکه ساختار شکنی فکری. اگر ذهن ایرانی آزاد نشود، هیچ توسعه‌ای پایدار نخواهد بود. پس شاید ما باید بیاموزیم که سنت را نه نفی بلکه بازخوانی کنیم، مدرنیته را نه تحمیل بلکه بومی کنیم و توسعه را نه تقلید بلکه ترجمه. و من نیز باور دارم که تنها با گفتگو میان تجربه و آرمان، سنت و معنا، تاریخ و حال میتوان آینده ای انسانی ساخت. پس این مناظره نقطه آغاز است، نه پایان. من امروز اینجا هستم نه برای آن که گذشته را محاکمه کنم یا بر زخمهای دیروز نمک بپاشم، بلکه آمدم بگویم که هنوز می شود ایران را دوست داشت. هنوز می توان از دل خاکستر بی‌عدالتی آتش آگاهی روشن کرد. مرا متهم کردند که شور می پراکنم، من اما تنها بذر اندیشه کاشتم. گفتند جوانان را به خیابانها کشاندی، من تنها حقیقت را فریاد زدم. اگر امروز جوان ایرانی کار نمی خواهد بلکه معنا می طلبد، اگر دختر ایرانی تنها حد پوشش نمی خواهد بلکه حد انتخاب سبک زندگی را می طلبد، اگر پیرمرد ایرانی تنها مستمری نمی خواهد بلکه احترام می خواهد، این یعنی انسان بیدار شده است. من تئوری پرداز نفی نیستم، من مروج ساختنم، اما ساختنی از درون نه از بیرون، ساختنی که از آگاهی آغاز شود نه از اقتدار. امروز ایران بیش از هر چیز نیازمند مفاهمه است، مفاهمه ای میان نسلها، میان طبقات،
میان سنت و نوگرایی، میان دین و عقل. ایران اگر بخواهد باقی بماند باید یاد بگیرد که هیچ اندیشه‌ای را مقدستر از انسان نداند، هیچ قدرتی را فراسوی پاسخگویی نپندارد و هیچ نجاتی را بدون آگاهی و آزادی ممکن نشمارد. پس من امروز از این مناظره می روم، اما صدایم را در گوش تاریخ می گذارم. انسان را دریابید پیش از آن که دیگر دیر شود. همیهنان عزیزم، من به عنوان کسی که با همه ضعف‌ها و قوت‌ها سالها کوشید برای رفاه، فرهنگ و امنیت این سرزمین، امروز تنها یک دغدغه دارم: آینده ایران. دکتر شریعتی با شور سخن گفت و من با تجربه، اما این دو را دشمن یکدیگر نپندارید. یک ملت تنها با شور بدون عقل سقوط می کند و با عقل بدون شور می پوسد. ما نیازمند ترکیب این دو هستیم. ایران ما در میانه طوفان‌ها ایستاده است. دشمنان خارجی فشار می آورند، بحران‌های داخلی امید را می کاهند، اما ایران همواره برخاسته است، چون ملتی دارد که در سخت‌ترین روزها به خویشتن خویش باز می گردد. من از شما می خواهم، از همه آنها که این سخنان را می شنوند، چه در خانه‌ای کوچک در کرمانشاه، چه در اتاقی در تبعید در برلین، چه در پشت میزی در تهران، بیایید به جای نفرت گفتگو کنیم، به جای داوری درک کنیم و به جای انتقام بازسازی کنیم. تاریخ تنها با قهرمانان نمی ماند، بلکه با ملت‌هایی می ماند که جرأت کردند بایستند، بشنوند و تغییر کنند. و اگر این مناظره تلنگری باشد برای آن تغییر، پس ما رسالت خود را ادا کرده ایم. خدایا ایران را نگاهدار.